به چی فکر میکنی؟ به اینکه چطور میتونی انقدر جذاب باشی. فکر نکنم جوابشو پیدا کنی. اوه دختر بابا اینجا چه غلطی میکنه؟ برو عقب برو عقب. ای بابا اینجا چی کار میکنی؟ هیچی، داشتم مادرتو آوردم گردش. مامان کو پس؟ رفته خرید، من حوصله نداشتم اینجا منتظرم. اینجا که هیچ مرکز خریدی نیست. جمعه بازار دیگه تو خیابونه. امروز که سه‌شنبه است. با من بحث نکن، وقتی میگم جمعه است یعنی جمعه است. باشه بابا چرا ناراحت میشی؟ این کیف کیه؟ کیف مادرت دیگه، مادرت. این عطر منه مامان برداشته؟ نه این عطر مسافره. مسافر؟ آره سر راهی خانومی بارش زیاد بود، کمک میخواست سوارش کردم. لابد اینم کفش مسافره، چون مامان که قطعا پا به رهنه نمیره خرید. مردم حواس پرت شدن. این چرا پا توشه؟ خانم شما که هنوز اینجایین. مامان تویی؟ آره دخترم، گوشیم افتاده بود این پشت، داشتم دنبالش میگشتم. چرا اینقدر شیطان پیتان کردی؟ خب مگه مادرت دل نداره؟ شما خیلی مشکوکی. این چیه؟ آب. چرا کف کرد؟ همه به جرم مستی سر دو